انسان جایزالخطاست، یعنی اینکه ممکنه خطا کنه، ایرادی هم نداره. به هر حال تو زندگی من، شما و هر کسی ممکنه اتفاق بیفته. اون چیزی که بده تکرارشه، عادت شدنشه و اینکه طرف هیچ عذاب وجدانی نداشته باشه که داره تخلف میکنه. این ما رو به ورطه زوال اخلاقی میندازه. زوال اخلاقی که ایراد داره و این تعریفیه که محققان در مورد این شرایط میگن. یک واژه‌ای هست در ادبیات اخلاق با عنوان شیب اخلاقی، به این معنا که اگر شما از خطاهای کوچک به راحتی بگذرید، کم کم به ورطه خطاهای بزرگتر میافتید. دقیقاً مثل همون آبپز شدن قورباغه که حتما شنیدید. اینکه قورباغه‌ای رو درون ظرف آبی قرار میدن، دما رو انقدر کم کم بالا میبرن که با اینکه اون امکان پریدن داره و بیرون از ظرف میتونه بپره، تا آبپز شدن کاملش داخل ظرف باقی میمونه. چه چیزهایی باعث میشه که این زوال اخلاقی شکل بگیره؟ یکی فرهنگی که بیشتر از آن که به راستگویی و درستکاری اهمیت بده، هزینه‌اش رو بالا میبره. به چه معنا؟ دانش آموزی رو در نظر بگیرید که برای اینکه بالاترین نمره رو در کلاس بگیره توسط والدینش تحت فشاره. این دانش آموز تمام تلاشش رو میکنه، بر پایه محفوظات ذهنیش مینویسه، اما نمره‌ای که میگیره در حد متوسطه و بسیار تند باش برخورد میشه. اما اگر تقلب بکنه و حتی آشکار بشه توسط والدینش و نمره بالایی بگیره، خیلی توبیخ نمیشه. این دانش آموز به خاطر هزینه‌های کمی که پرداخت میکنه بابت نادرستیش، تصمیم میگیره که این نادرستی رو ادامه بده. انگار که ما داریم به نادرستی پاداش میدیم وقتی هزینه‌اش رو کمتر میکنیم. بعضی جاها هم عنوان شده رهبران تنبل ساختارهایی رو ایجاد میکنن که اون ساختار نقش رهبر رو داشته باشه، یعنی بیشتر بر نتیجه اهمیت میدن و روش انجام کار براشون مهم نیست. چند سال پیش یه رسوایی مالی برای یکی از بانک‌های آمریکا اتفاق افتاد که چندین هزار حساب جعلی باز شده بود توسط کارمندانش و فقط دلیلش فشاری بود که رؤسای بانک برای اون تعداد حساب به کارکنانشون می آوردن. مورد دوم همین فشاره که در این مثال ما هم عنوان شد. یک آزمونی در سال 1937 در دانشگاه پرینستون اجرا شد. 2 محقق اومدن به دانشجویان الهیات گفتن که اساتیدشون در ساختمان روبرو منتظر اونها هستن و میخوان در مورد یک موضوعی باهاشون صحبت کنن. به یه عده گفتن که اساتید منتظرن بدون فشار زمانی، گفتن برید، ممکنه یه چند دقیقه هم معطل بشید. به گروه دوم گفتن الان توی دفاترشون هستن و شما میتونید الان برسید، به موقع رفتید. و به گروه سوم فشار زمانی رو خیلی زیاد آوردن و گفتن که خیلی سریع برید، اساتید فرصت ندارن و شاید شما این جلسه رو از دست بدید و حتی نمرتون کم بشه. در مسیری که این دانشجویان عبور می‌کردن از اون محوطه دانشگاه، یه بازیگر طوری گریم شده بود که انگار مورد ضرب و جرح قرار گرفته و ازش سرقت شده. از گروه اول که کمترین فشار زمانی روشون بود 65% ایستادن و به اون فرد کمک کردن. از گروه دوم تقریباً 42% و از گروه سوم تنها 10%. اینها دانشجویان الهیات بودن که قرار بود کشیش بشن و بزرگترین وظیفه‌شون و رسالتشون کمک به انسان هاست. این نشون میده که فشاری که محیط میاره میتونه روی تظاهرات اخلاقی اثر بذاره. همیشه این مسئله ذهن منو درگیر میکرده که چرا آدم‌های خوب کارهای بد میکنن. مطالعه کردم و متوجه شدم 2 دلیل داره. دلیل اول خودفریبیه. گاهی وقتها ما برچسب میزنیم به کاری که انجام میدیم برای که اون شدتش و زهرش رو بگیریم. مثلا ارتش آمریکا به شکنجه ها، بازجویی های خیلی بیرحمانه که صدمات فیزیکی و روحی میزنن به افراد، اسمش رو گذاشتن بازجویی پیشرفته و این باعث میشه که اون شدتش یه مقدار کاسته بشه. از طرف دیگه مثلا شما واژه داده‌کاوی رو میشنوید. داده‌کاوی یعنی اینکه رفتار شما رو در اینترنت بررسی میکنن، فعالیتایی که دارید انجام میدید بدون اجازه شما و بر اساس اون یه سری حالا خروجی ها دارن برای خودشون. بعضی از شرکت ها برای اینکه تخریب زیست محیطی انجام میدن این رو خیلی از اون شدتش کم بکنن، اسمش رو گذاشتن مدیریت اثرات جانبی. و یا یه چیزی که شایع هست شاید شنیده باشید، بعضی ها خیانت و همسرشون رو اسمش رو میذارن شیطنت. برای اینکه ما بتونیم این زوال اخلاقی و این مواردی رو که گفتیم تعدیل کنیم، نذاریم که وارد اون سراشیبی بشیم، چه راهکاری پیشنهاد میشه؟
نویسنده کتاب رهبران آخر غذا میخورن آقای سایمون سینک یک کتاب دیگه داره به نام بازی بی‌نهایت. راهکاری که ایشون میده برای جلوگیری از سقوط به زوال اخلاقی بازی با قواعد بازی بی‌نهایته. برای اینکه بفهمید بازی بی‌نهایت یعنی چی، اجازه بدید فرقش رو با بازی محدود براتون توضیح بدم. بازی محدود مثل بازی فوتبال تعداد مشخصی بازیکن داره، بازی شروع داره، میانه داره و پایان داره، یه سری قواعد مشخصی داره که استاندارده و همه آگاهن ازش و در انتهای بازی برنده و بازنده داره. اما بازی‌های نامحدود اینطوری نیستن، یعنی بازی ادامه پیدا میکنه. این بازیکنان هستن که عوض میشن، حالا به دلایلی از بازی خارج میشن. در بازی نامحدود قواعد مشخصی وجود نداره، هر کسی سبک خودش رو برای بازی داره. آنچه که هدف هست و دنبالش هستیم در یک بازی نامحدود بقا، ماندگاری و سلامته. اگر نگاه کنیم به شیوهی که سازمان‌ها کار میکنن، یه جامعه‌ای که حاصل فرهنگ مثلا چند هزار ساله است، این حاصل یک بازی نامحدوده. ما به عنوان بازیگران درون این عرصه اجتماعی فعالیت میکنیم، برنده و بازنده نداره، اما آنچه که بر جا میمونه یه برند خوشنامه، یه فعالیتیه که ارزشمنده. این میشه اون راهکاری که سایمون سینک میده برای جلوگیری از زوال اخلاقی. چرا؟ چون وقتی چنین نگاهی داریم به سیستم، حالا چه کار کردن در یک سازمان، چه فعالیت در یک جامعه، وقتی چنین نگاهی داریم باعث میشه که اون همکاری، صمیمیت و اعتماد بینمون زیاد بشه. دنبال رویکردی فراتر از زمان خودمون هستیم، دنبال ارزش‌هایی هستیم که ایجاد میخواد بشه. قرار نیست با هم دیگه بجنگیم، رقابت کنیم. در یک سیستم قراره یه برند خوشنام باقی بمونه. بنابراین من تمام تلاشم رو میکنم، شیوه خودم رو برای بازی دارم برای اینکه به اون نتیجه برسم. تو این ویدیو از زوال اخلاقی گفتیم چطور ایجاد میشه و راهکارش رو از زبان سایمون سینک بیان کردیم. اگه میخواین بیشتر بدونید در مورد این مسئله و پیامدهای دیگری که بازی نامحدود داره، حتما این کتاب رو بخونید. با توجه به مواردی که در این ویدیو گفتیم، شما در سازمان یا کسب و کارتون با قواعد بازی محدود بازی میکنید یا نامحدود؟ نظراتتون رو کامنت کنید.